سلام بچه‌ها، امیدوارم خوب باشید. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. توی کامنت ها بهم گفتید که خیلی دوست دارم کنوا رو بیشتر آموزش بدم و بر همین تصمیم گرفتم خیلی دقیق‌تر و آرومتر کنوا رو بهتون آموزش بدم و از اولش که چجوری حالا نصبش میکنیم و ازش استفاده میکنیم و قراره یه پروژه هم انجام بدم. همونطور که میدونید نزدیک شب یلداست و من همچنان باید تقریبا روزی چند تا استوری بسازم واسه شب یلدا. یه دونه استوری یلدایی هم با هم درست میکنیم و همینطور کریسمسی، چون کریسمس هم نزدیکه. بهتون یاد میدم چجوری از تمپلیتش استفاده کنید. خیلی راحت در حد اینکه یه استوری داشته باشید به دردتون میخوره و من باز پیشنهاد میکنم کنوا واسه کارهای مثل سوشال مدیا خیلی خوبه، اما برای کار چاپی دوستان هنرمند حتما از فتوشاپ و ایلاستریتور استفاده کنم، چون به مشکل برمیخورن. چون خیلی الان خیلی از چاپخونه ها هنوز فایلای باز ایلاستریتور و PSD ها میخوان که کنوا PDF به ما میده. بریم با هم شروع کنیم. دوستان، این فضای کلی کنوا همینطور که میبینید. من کنوا رو روی کامپیوترم نصب کردم، ولی خب شما میتونید حتی آنلاین هم ازش استفاده کنید. گوگلتون رو باز میکنید و خیلی راحت سرچ میکنید کنوا. این آیکونشه، میرید داخلش. اگه جیمیلتون رو میتونید بهش بس کنید. خب من اینجا اکانت دارم یا یه اکانت جدید میسازید. بچه ها، اکانت کنوا اکانتیه که تا یه حدی فری داره و دوستایی که نمیخوان هزینه کنن میتونن همین استفاده کنن، ولی پیجای ایرانی هست که میتونید به طور اشتراکی شما لایسنس بخرید، زیر 1 تومن هم هست و ازش استفاده کنی 3 ماه 6 ماهه و تمام اون قفلایی که توی کنوا هست. الان چون من لایسنس دارم همه چی برام بازه، میبینید و اینا حالت قفل روشون میخوره و میتونیدم بزنید دانلود کنید. این که واسه گوشی گوگل پلی روی گوشی هم نصب میشه، با گوشی هم میتونید کار کنید و همین دانلود اپلیکیشنش رو بزنید روی سیستمتون هم به همین اینجا که میبینید بر من نصب میشه و این از فضای کلیشه. یه دونه هوم داریم اینجا، خب وقتی روش میزنید هوم میاد. گزینه بعدی کرییت داریم. وقتی روی کرییت بزنید این سمت چپتون یه گزینه‌های مختلفی دارید: پرزنتیشن، سوشال مدیا، فوتو ادیت، ویدیو. خب خیلی چیزا با کنوا میتونید انجام بدید. شاید الان مثلا دوستای گرافیست هم بگن که ای چرا مثلا چیز داری میکنی یا این کنوا رو خیلی قبول ندارم، ولی برای طراحی سوشال مدیا به نظرم کار رو خیلی سریعتر و راحت‌تر میکنه. مثلا من الان باید هر روز استوری طراحی کنم بدم، خیلی برام راحت تر اینجا بدم چون نمیخوام فایل چاپی داشته باشم. بریم سر مطلب خود. چون سوشال مدیاست، من سوشال مدیا رو میزنم و شما اینجا میبینید تمام سایت‌های اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک، توییتر، یوتیوب تایملاین، یوتیوب بنر، همه اینا رو اینجا داره. من چیکار میکنیم؟ الان من چی میخوام؟ اینستاگرام استوری، اینو میزنم. برای من یه فضایی به این شکل تمپلیت باز میشه. این نرم افزار یه مقدار سرعت اینترنت هم کمه. این نرم افزار روی سیستم خیلی راحت تره. با گوشی هم میشه، ولی گوشی مقدار همیشه کوچیک‌تر و اینا میشه، شاید سخت‌تر باشه. مثلا من ترجیح میدم روی لپتاپ روی سیستم باش کار کنم. میایم داخلش یه سری گزینه‌های دیگه داریم: دیزاین، المنت، تکست، برند، آپلود، تولز، پروژکت، اپس و ماجیک مدیا که اینا هوش‌های مصنوعی ان و باشم کار کنی خیلی جالبه. اینا رو کم کم بهتون همه رو میگم، مخصوصا قسمت
ماجیک مدیا که خیلی کمکتون میکنه تو قسمت. الان من میخوام یه بنر کریسمسی بزنم که حالا تو این جایی که من دارم براش میزنم یه کافه است. تو کافه برنامه‌های کریسمسی دارم. حالا هوای کافه‌مون حالا هوای قدیمی داره، کافه عمارته و من میخوام کریسمس باشه ولی یه حالا هوای وینتیج اصطلاح اون دوره از زمان قدیمه، مثل دهه 50 ایران که حالا هوای قدیمی داره. یه سری رو اینجا سرچ کردم اون حالا هوا هست. بذارید اینجا میره راحت کریسمس پوستر، میتونی وینتیج بنابر سبکی که داری. بچه اینجا با وایس هم میتونید بگید، این قسمت وایس رو راحت تر بگید. الان بگم که روز اشتباه نوشتم، مشکل نداره. یه سری برای من تمپلیت آورده، این بد نیست ولی خب یه چیز ساده تر. این جالبه ولی خب نمیخوام اینقدر با نوئل باشه. میام الان برای من همه این فایل بازه چون لایسنسش رو گرفتم. این به نظرم فضاش جالبه. وقتی یه سری چیزا که میزنی روش بزنی برات اینجا میاره. ببینید یه سری شبیهش هم هست. اینم به نظرم خوبه. بغل این حالا میشه گفت بردمون یه به علاوه هست که روش میزنی و یه دونه دیگه باز میشه. الان اینجا رفته روی ویدیو، من اینجا اگزایت ویدیو رو میزنم، میرم روی برد بعدی. همینجوری میتونی صفحه اضافه کنی. اینم به نظرم جالبه. اینم باز زیر مجموعه داره، ببینیم چیزی به دردمون میخوره. زیر مجموعه نه دوباره دیگه یکی دیگه باز میکنم. این برای آف کریسمسی. ببینیم چه چیزی که بنابر ذهنیتتونه. این بد نیست. بنابر سبک کاریتون رو میتونید پیدا کنید. نه خب نمیخوام بیشتر سرچ کنم، میام روی همین کار میکنم. به نظر من که جالبه. نوشته هاش رو انتخاب میکنم، پاک میکنم چون انگلیسی نمیخوام. این فونتش جالبه بذار باشه ولی اینا رو پاک میکنم. چی بوده این لوگو بوده، یه ذره زومش میکنم. باشه ولی من نمیخوام. ولی این لاین رو نگه میدارم، میارم بالا. اینو تبدیلش میکنم، فونتش قشنگه. مری من که نمیخوام تبلیغ فروش کنم. به نظرم همین خوبه. لوگوی مجموعه رو باید بیارم. فونت فارسی من چیه؟ میخوام برسم کریسمس امسال در امارت مادام موسیو و اینکه همین فعلا چون هنوز اون زمانش رو مشخص نمی‌کنم. بچه ها این قسمت میاین سمت چپتون تکست هست. خب میاین این هدینگ اینجور چیزای مختلف رو انتخاب میکنی، اد رو میزنید و وردتون رو فارسی میکنید بنویسید.
میریم سراغ این که فونت انتخاب کنیم. من دیزاینش رو دوست داشتم، سادگیش و جاگذاریش رو دوست داشتم، واسه همین تغییر خاصی نمیدم. ولی بعضی وقتا اصلا میام همینجا کلا از اول طراحی میکنم، مثل این کلا طراحیش از خودمه، همه چی خودم گذاشتم چون شب یلوی وجود نداره. ولی خب از این المان استفاده کردم، فونتش رو بهش موشن دادم و همین الان اینجا چیز میخوره، کپی رایت، نمیخوام موزیک باشه. یه لحظه هست شب یلا و با یه موشن خیلی کوتاه در حد استوری. یا میخوام فونت رو عوض کنم. این قسمت میبینی نوار عنوان بالا یه رو کنوا سنس بوده. میگم وقتی لایسنس دار رو بگیرید دوستان بهتون فونت ایرانی هم میده. خب ببینم اینجا فونت ایرانی چی داریم که بخوره به این. یه نفر اینترنت هم خونده، این بد نیست. ایرانی یکان سالهای پیش دفعه پیشم بودم خیلی فونت نداشت ولی الان خیلی بهتر شد. نه بهش نمیاد فونت دست نویس. خانایش خوب نیست. میخوام با این یکی بشینم، خیلی عربی کارو بیام مثل فونت عربی هم بد نیست. فکر کنم از جدا باشه. کلیک راست میکنم، کنترل بی هم بزنید پیست میشه. بچه با لپتاپ خیلی کارتون چیزتره، راحت تره. من خب اینا رو یه ذره کش بدم، تیو میزنم، شیفت ت خب میتونید یه مقدار کشیده تر کنید. توی گوشی نمیدونم چطوره. خب میخوام برم لوگومونم بیارم زیرش بذارم. همین نوار عنوان سمت چپ آپلود ها، شما میتونید فایل هاتون رو آپلود کنید. اینجا من یه سری فایل آپلود کردم و میخوام این لوگو رو بذارم. لوگو اصلیش اینه ولی میخوام به رنگش بیاد. کریسمس امسال در امارت ماداموسی. خب بذار ببینم چه چیزش آپدیت جدیده. خب استایل کلیش رو میتونی چیز کنی. ببینم چیکار میکنه.
باید سرچ کنم ببینم خب استایلی چیه. جدید بود، تیکه آبی جدیده. جدیدن هم یه سری آپدیت شده، ویدیوهاش اینا خیلی بهتر شده. من فیلمم میگیره. آره خب یه ذره بهش موشن بدم. وقتی کل صفحه رو بگیری درگ کنی میاد این بالا یه سری چیزا هست مثل انیمیت رو که بزنی یه صفحه کنارت باز میشه، پیج و المنت. پیج کل پیج رو موشن میکنه، المنت تک تک المان ها رو. خب من میام امتحان کنم، نگاه کنید هر کدوم رو میزنی بعضی وقتا یه ذره رو فونت فارسی گیر داره. خب اول بذار موزیکم رو بذارم، بر اساس موزیک یه موشنی بهش بدیم. خب میایم، نه این که برای یلامون بود. آودیو اسکرول میکنیم پایین، نه قبلا سرچ کردم. ببینم چیزی کریسمسی میاره. فارسی ببینیم چیه. بعد یه چیز دیگه باید زمانم بدیم به چیزمون دیگه، این ویدیومون چیزی روش میزنید یه نوار عنوان دیگه باز میشه. خب روی این فایل های پایین ها 5 ثانیه رو من میکنم مثلا 12 خوبه. بعد دوباره روی این میزنم، روی ادیتش میزنم و دوباره روی خود صفحه بزنیم قسمت انیمیشنش باز میشه. بریم ببینیم چی براش خوبه. بک‌گراند نیست. وقتی ادیتور میزنید لایه ها رو بهت نشون میده. من بک‌گراند رو میکشم تا اینجا. انیمیشن اسمشون هم زده دیگه. نه یه چیز آروم باید باشه.
انیمیشنمون. و حالا میخوایم چیکار کنیم؟ هر کدوم رو بهش زمان بدیم. من نمیخوام همش با هم بیاد. این مری کریسمس اول بیاد، بعد این بیاد، بعد این بیاد. وقتی بکشینش نگاه کنید زمان دیرتر میشه. لوگومونم میخوام اینو این بعد درک کنید جا به جا میشه بچه ها. لوگومونم وقت دیرتری بیاد. همه چیش داره خیلی زود میاد. این چیه؟ خب اینا بذار اول بیان. سانتای ما اینم بیاد بالا. خب میخوام به سانتا حالا چیز بدم. میام روی عکس کلیک میکنم، فوتو، ببینیم بهش ترکیب بدیم. با نمک بیاد تو. خب بچه این قسمت از آن افکته. این کلا روتیتش. من خب یه ذره تکون بخوره میام ویگل رو میزنم، یه چیز کوچیک بوده. این قسمت به کمترین حالتش روتیت موند میکنم که روتیت بره. کنترل زد میبره عقب. تو فتوشاپ هم همینه. دوباره میام ویگل، ببینی یه حرکت ریزی میکنه. هم داشته باشه که وارد میشه. میتونیم هم یه ذره المان دیگه بهش اضافه کنیم مثل این برفه. بذار این برفه رو ببینیم میشه. این برف چی بهش بدیم؟ شروع کرد. بد نمیشه. همه چیز زود بیاد بازم یه ذره. داشت میاد اون بر که تموم شد. خب میام تو پیجم بذار. خب این جالب. نه اون نه. حالا چون چیز کردم عوض کردم این انیمیشنم از بین رفت. میام دوباره یه ویگل ریز به آقای سانتامون میدم. مثلا یه چیزم خیلی میزبان شما دوستان هستیم هم. میزبان
اینو هم اینجوری میتونید دستی کوتاه کنید. همین قسمت عدد داره، مثلا روی 18، روی 28، 42، با این مثبت و منفی هم میتونید یه کوچولو میدم بالا. یه قسمت دیگه که میخواین مطمئن شید که همه چیتون وضعیت این بالا رو میبینید، پوزیشن زای نوار عنوان بالا، پوزیشن رو میزنید، سنتر، روی هر چی بزنید سنتر قرار میگیره، این شکل سنتر. به نظرم با نمک شد. خب یه ذره فاصلش. میریم برای خروجی گرفتن. برای خروجی گرفتن ما این قسمت بالا شیر داریم، شیر رو روش میزنیم، میایم قسمت پایین سمت چپ دانلود و اینجا بهتون ساجستشن ویدیو میده که همین به نظرم خوبه، در 80 HD مناسبه. وقتی بازش کنید اگه خواستین عکس باشه، جی پیج، پی ان جی، پی دی اف پرینت، SVG و چیزای دیگه که مورد استفادهتون باشه. من همین برام مناسبه. سلکت پیج رو میاید، نمیخواید همه پیج ها باشه، اینو از روش بر میدارید، پیج مورد نظرتون رو کلیک میکنید داون، اینم میزنید سیو دانلود ستینگ که آخرین پیجتون اینی که میخواستید باشه. دانلود الان هم داره دانلود میشه، یه چند ثانیه طول میکشه و به همین سادگی از کنوا میتونید استفاده کنید و لذتش رو ببرید. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب کنید، منو به دوستان خودتون معرفی کنید و خوشحال میشم نظر و پیشنهادتون رو توی کامنت ها برام بنویسید تا بتونم ویدیوهای بهتر بسازم و اون ایرادای قبلی هم از بین ببرم. به امید دیدارتون.